تورنمنت پاریس سن ژرمن، حداقل تا قبل از شروع این رقابت‌ها. لنگله یه پاس از نویس، موقعیت هست برای پاریس سن ژرمن. دزیر دوه، یه پاس بیرون پا، کوارتسخلیا میکاره، یه ضربه با پای چپ و توی دروازه اتلتیکو. نیمه اول حالا ضد حمله برای پاریسیا. این دقایق پایانی نیمه اول بازی جذاب شده. کوارتسخلیا میاره تو عرض، پاس برای ویتینیا، موقعیت هست برای پاریسیا. ویتینیا در آخرین دقیقه بازی در نیمه نخست. فقط توقع جام ازشون داشته باشن فوتبال دوستان. کانون توجه دورمون و این باعث شد که فشار از روی این تیم برداشته بشه. از سمت راست موقعیت هست برای اتلتیکو مادرید و این ضربه که درون دروازه قرار میگیره. باز هم بهترین ارسال خیلی خوب به داخل محوطه جریمه. اشرف حکیمی توپو باز پاس بده به کدوم بازیکن. در ادامه امبایه این شوت و گل سوم از راه میرسه برای پاریسیا. اختلاف به عدد